سلام. یکی از مراحل مهاجرت به کانادا ارزیابی مدارک تحصیلی یا ECA هست که برای دولت کانادا خیلی مهمه. وقتی شما به عنوان یک فرد متقاضی مهاجرت مدارک تحصیلی خودتون رو برای اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا ارسال می‌کنید، اونها وظیفه دارن این مدارک رو ارزیابی کنن، از صحتشون مطمئن بشن و اونها رو با مدارک تحصیلی کانادایی تطبیق بدن و معادل سازی کنن. هر گواهی یا مدرکی که از طرف شما ارسال بشه مورد بررسی قرار میگیره و برابر کانادایی اون معرفی میشه. ارزیابی مدرک تحصیلی توسط خود اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا انجام نمیشه. این اداره از سال 2013 تا 2015 سازمان‌ها و نهادهای مورد تایید خودش رو معرفی کرده و اعلام کرده ارزیابی مدارک تحصیلی توسط این سازمان‌ها انجام میشه. سازمان‌ها و نهادهای معرفی شده توسط اداره مهاجرت کانادا تخصص و فعالیت‌های متفاوتی دارند که زیر نظر فدرال و دولت کانادا فعالیت می‌کنند. هر کدوم از این سازمان‌ها برای بررسی و ارزیابی تخصص‌های مختلفی معرفی شدن و مدارک مربوط به حوزه خودشون در اختیارشون قرار میگیره. برای مثال افرادی که در حوزه پزشکی و مراقبت‌های درمانی تحصیل کردن، مدارکشون توسط نهادی به نام شورای پزشکی کانادا بررسی میشه. و یا نهاد دیگه‌ای به نام هیئت بررسی داروسازی کانادا وظیفه داره تا مدارک متقاضیانی که در حوزه داروسازی و داروشناسی تحصیل کردن رو بررسی کنه. البته این سازمان‌ها برای ارزیابی مدرک تحصیلی هزینه‌هایی رو در نظر گرفتن که از متقاضیان گرفته میشه. ارزیابی مدرک تحصیلی امتیاز به همراه داره که این امتیازها در فرایند مهاجرت خیلی مهمه. اگر مدارک شما برای این کشور معتبر شناخته بشه، شما امتیاز مدرک تحصیلی رو به دست میارید. و اگر مدارک و گواهی شما نامعتبر باشه، شما امتیاز این مرحله رو از دست میدید. اما از دست دادن امتیاز مدرک تحصیلی نمیتونه تمام پروسه مهاجرت شما رو مختل کنه، مگر اینکه برای برنامه اکسپرس انتری به عنوان نیروی متخصص درخواست داده باشین یا قصد مهاجرت تحصیلی برای ادامه دادن تحصیل داشته باشید. نیازی هم نیست همه مدارک مقاطع مختلفتون رو برای ارزیابی ارسال کنید. ارزیابی صرفاً بر روی آخرین مدرک تحصیلی که توسط شما ارسال میشه صورت میگیره. به عنوان مثال اگر آخرین مدرک تحصیلی شما کارشناسی ارشد باشه، نیازه که فقط مدرک ارشد خودتون رو برای ارزیابی ارسال کنید. همیشه مدارک تحصیلی ارسال شده مورد تایید کشور کانادا نیستن. بعضی وقتها اعتبار مدارک ارسالی برای این کشور کافی نیست و اونها رو رد میکنه. تو چنین شرایطی فرد میتونه مدارک مقاطع متوسطه خودش رو برای ارزیابی ارسال بکنه که به این کار اعتبار ثانویه گفته میشه. اعتبار ثانویه به فرد امکان میده که در مقاطع دبیرستان و پیش دانشگاهی در کانادا به تحصیل بپردازه. اگه قصد مهاجرت به کانادا رو دارین، خوندن مقالات این سایت به شما کمک میکنه تا با تمام روش‌های مهاجرت به کانادا آشنا بشید. و اگه سوالی براتون پیش اومده، با کامنت گذاشتن زیر مقالات با کارشناسان ناول تیر در میون بذارید یا اولین قدم مهاجرت به کانادا رو بردارید و فرم ارزیابی اون رو پر کنید تا کاملا رایگان مشاورانمون راهنماییتون کنن.